السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگر پایان نماز تراویح می‌خواندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم، جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دویم، چیزی که به جوگی صدقه می‌دهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سوم، کتاب‌های چاپ شده که در بازارها می‌فروشند ما می‌خوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوال‌های دراز می‌دادگی شما برای من معلوم است، اما من می‌خواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: رد السائل ببذل یسیر. هر وقتای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یک خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگه پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره والضحی را نگاه کنین، و اما السائل فلا تنحر. خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپ‌های قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان‌ها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به همون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پرفیض و پربرکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیق من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وی دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهید؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدایا در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتن تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار و رفیق با یک دیده بینا بینم. میگه دستی خودش دوان بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد
از این بین چند سال گذشت، من برای سنجش الهی را بینین آمد میگد همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت، انسان گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه نه نه، گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانه. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها، گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفندی دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکنیم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. و در تاریخ میگذرد که حضرت چنان پادشاهی داشتند که نیم جزیره عرب همگی در زیر تحتش بود، آسیای میانه کلن در زیر نظارتش بود، این جانب افریقا در زیر تصرفش بود، خیتای در زیر تصرفش بود، اسپانیا، فرانسه در زیر تصرفش بود و یک قسمتی دولت‌های اروپا هم در زیر دست همین هارون الرشید بود. یعنی خیلی یک ملک زیادی داشت. وقتی همین حضرت حتی میگد در اولهای در تخت بودنش به سوی ابر نگاه میکرد و میگفت ای ابر، اگر بارش خودت را در همین مکانی که من هستم میریزی یا در دیگر مکان میریزی، یعنی هر پارچه و هر گوشه ایده که اگر باران خودت را میریزانی فراموش نکن که حاصلی تو نزد من میآید. یعنی حضرت مقصد از این سخنشان این بود که اکثر از 2 حصه دنیا در دست من است، در کجایی که بارش خودت میریزی حاصل باران تو نزد من می آید. اینقدر ملکهای زیاد در زیر همین تصرف هارون الرشید بود. وقتی همین حضرت بیمار می شود، بیماری مرگ، بیماری هست که دیگر نه دولت اسرائیل و نه یگان پروفسورها و هیچ کس دیگر بر این درمان شدن نمیتواند. وقتی بیمار شد به خادمان خود که در اطرافش رشید و حسین و دیگر خدمتگارهایی که داشت میگه جمع شدند و حضرت هارون الرشید گفت از شما خواهش دارم، گفت در همین حال حیاتم، گفت قبر مرا بکنید. حضرت میگه قبر کنده شد، خبر دادن هارون الرشید
قبر تیار شد. گو مادامی که من بیمار هستم و قدم زدن نمیتانم، مرا نزد قبر حاضر کنید. خدمتگارها میگه برداشتن حضرت هارون الرشید نزد میگه شفیر قبر، نزد همان لب قبر آورده گذاشتن. حضرت میگه با یک چشمهایی که از دنیا کنده شده و با یک چشمهای ناامیدی خود، مایوسانه خود میگه به سوی همان لحد نگاه کرد و میگه آبهای چشمش ریخت. پادشاه بود و میگه به سوی خدایی که یک کو یگانه هست دست خودش میگه برداشت همین هارون الرشید و گفت یا من لا یزال ملکه ارحم الی من ذال ملکه. ای پروردگار، گفت ای خدایی که پادشاهی تو را کسی گرفته نمیتاند، ای خدایی که گفت دولتی تو شکسته نمی شود و مال تو از دست تو بیرون نمی شود، ای ذات گفت رحم کن بر شخصی که پادشاهی او از دست او می رود، رحم کن بر شخصی که مال او شکسته می شود. حضرت اشاره به سوی خودش کردن. البته دنیا، مرگ قامت پادشاه ها را هم میشکند، قامت فقیرها را هم میشکند، قامت منصبدار را هم میشکند، قامت پولدار هم میشکند. اگر ما و شما تصور کنیم در همین دنیایی که ما و شما زندگی داریم، وقتی شما از مادر یا ما از مادر میاییم، باور کنید اگر وجب کنن بدن ما و شما را، همگی 3 وجب بدن ما و شماست. و وقتی که تصور کنید که ما به وایه میرسیم، به یک سین بلاغت میرسیم و مرگ بالای ما میآید، جان ما و شما را خداوند میگیرد. اگر بدن ما و شما را وجب اندازن، بدن ما و شما 10 وجب می شود. یعنی در حالتی که تولد می شویم 3 وجب زمین صاحب میشیم، وقتی به وایه می رسیم 10 وجب زمین از خود می کنیم، یعنی 2 متر زمینه. یعنی در همین بین اگر جدا کنیم برای 7 وجب زمین در این دنیا چگونه عمر خودمان ما سپری می کنیم خود تصور کنیم. برای 7 وجب زمین امروز بندگان خدا اطاعت خدا را نمی کنند. امروز بندگان خدا فریفته همین دنیایی که ما وصف او را برای شما کردیم فریفته همین می شود. امیرها در نزد قبر بیچاره هستند، امیرها در نزد قبر گریه می کنند و از خدای خود چکار می کنند؟ برای رحم جان خودشان دعا می کنند. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کوشت. چو قصد رفتن کند جان خاک، چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. دنیا البته حاصلش همین است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خداوند در سوره منافقون بر ما و شما خبر میدهد ای کسانی که دعوای ایمان دارید، ای کسانی که شما مرد مسلمان و یا زن مؤمنه هستید، شما را مال شما، فرزندهای شما از یاد خدا غافل نسازد. و هر کسی را که دنیای او، مال او، فرزند او مانع عبادت او شد، فاولئک هم الخاسرون. خداوند خبر اینه به ما و شما داد، آنها از جمله کسانی هستند که زیان در جان خود کردند. اینا از طایفه کسانی هستند که جبر دیده و زیان خدا را میکشیدگی در روز قیامت هستند. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. صوفی علیار میگوید
این که میخیستی و میخفتی زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بود است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ اینا بی وفا بوده ینکو. وقتی تو را در قبر میگذارن کدام فرزند تو در پهلوی توست؟ وقتی تو را در قبر میگذارن کدام دلاری تو یا سامانی تو یا ماشینی تو یا قلعه و قبله تو در پهلوی توست؟ هیچ کدام اینا در پهلوی شما نیست. اون داخل قبر مکانی هست که فقط عمل صالح شما، فقط عبادت های نیک شما در نزد خدا پسند می آید و شما از عذاب قبر چکار میکنین؟ نجات می یابین. من احب الدنیا ازر بآخره و من احب آخره ازر دنیاه فآثر ما یبقی علی ما یفنی. پیغمبر خدا میگوید کسی اگر دنیا را دوست داشت آخرتش زلال میبیند. کسی که اگر آخرت دوست داشت دنیاش زلال میبیند. رسول الله چی گفتن؟ فآثر ما یبقی علی ما یفنی. خود اختیار کنین کدام دنیا برای شما بهتر است. آن دنیایی که پاینده است اون بهتر است و این دنیایی که فنا شونده است این برای شما بهتر است. کدامش برای شما بهتر است؟ همونش برای خود چیکار کنین؟ انتخاب کنین. خوش به حال اون برادرانی که از این مکر دنیا و از این زینت دنیا در فریفته نمی شوند، بلکه اساسی بنده خدا می شوند و در همین دنیا چیکار میکنن؟ خدای خودشانه عبادت میکنن. هیچگاه فریفته این دنیا و مال این دنیا نمی شوند. موعظه ای که امروز چگونه ای که با شما خبر دادیم درباره احترام پدر و مادر است و انشاءالله خیلی با دقت باشید، زیرا امروز خیلی صحبتی در این باب برای همه ما و شما لازمی هست و مقصد این برادرهایی که از ما التماس کردند که اکثرا در مجلس های ما و شما امروز جوانهای زیاد جمع می شوند که الحمدلله همه صاحب پدر و مادر است و می خواهم که بعد شنیدن این صحبت هایی که الحال به گوش شما می رسد یک تفکری کنید و باز همین دنیا و باز همین زیورات و همین زیباگی دنیا شما را فریفته نکند و از احترام پدر و مادر خود دور نباشین، که زیرا که کسی که پدر و مادر خود احترام نمی کند انشاءالله جزای او چه هست الحال گوش می اندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظیم. الحمدلله. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه اسراء هست
که همه این آیت ها ما و شما را وادار می سازد که خدمت پدر و مادر خود انجام بدهیم. خداوند سپارش می دهد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. صاحب تفسیر ابن کثیر می گوید خداوند در اینجا و قضا گفت، یعنی به شما می گوید قضا در اینجا به معنای امر آمده است. خداوند بر شما امر میکند ای بندگان خدا. چه امر میکند؟ الا تعبدوا الا ایاه. هر وقتایی که بندگی میکنید به جز ذات پر اقتدار من در هیچ چیز دیگر شما عبادت نکنید. پرستش فقط و فقط لایق من است، دیگر هیچ چیز لایق پرستش نیست. بندگان من، وقتی اگر شما محتاج به یگان کار میشین و یا کار شما در پیش کسی میغلطد، از من شما یادآوری کنید، از من یاردم طلب کنید. شما پیش فالبین نرین، شما پیش مزار نرین، از اونها مدد طلب نکنین. اونها خود عاجز هستند، اونها خود بنده من هستند. شما فقط و فقط الا ایاه، مگر به سوی من رجوع کنید، کار شما حاصل می شود. شما نزد هیچ ایشان و داملا برای تمار کشایش کار نرین، مگر که خدا را عبادت کنین. تمار شما همون است. اگر شما حلقه ها و گردن های شما، بنده های دست شما، حتی از پیغمبر شما اگر تمار بگیرین لیکن عبادت خدا را نکنین، تمار برای شما فایده نمیده. امروز اکثر بندگان خدا را میبینی نماز نمیخوانند، عبادت خدا را نمیکنند، محمد را نمیشناسند، نزد یک داملا میآیند تمار طلب میکنند. تمار برای چی؟ برای کشایش کار. کشایش کار خدا خودش میده. کشایش کار داملا داده نمیتواند، تمار حل کرده نمیتواند. خدا میگوید به جز من دیگر هیچ چیز را بندگی نکنید، از هیچ چیز شما طلب مدد نکنید. این نعلهای اسبی که شما در دروازه ها زدین، این خارهایی که در پشت دروازه های خود زدین، شما به سبب اینها در نزد خدا عاصی شدین، گناهگار شدین، شما در شرک دست زدین، شما در نزد من مستجیب عذاب شدید. الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا در دوام این به ما چی سپارش داد؟ به ما و شما سپارش داد بعد آنی که مرا شناختید و یگانگی من در اعتقاد کردید و بر قدرت من شما قائل شدید، و پدر و مادر خود نیکویی کنید. و بالوالدین احسانا. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. پدر یا مادر یا یکی از این دو، خدا گفت کلاهما، یکی از این دو، اگر به سین سالی پیران سالی که رسیدن، شما خدمت از اینها کنده نکنید. در اون حالت به اینها چکار کنید؟ خدمت کنید. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خدا در دوام چی سپارش میدهد؟ اینا سپارش خداوندی است. اولا با پدر و مادر احترام کنید، پدر و مادر حرمت بجا بیارین. یک سپارش دویم همین است که وقتی از اینها که به پیری رسید، به سین سال رسیدن که احتیاج به سوی فرزند پیدا کردن، دویم سپارش من این است که احترام پدر موی سفید و مادر کم پیری خدا در آوان پیریشان بجا بیارید. دویم سپارش من است. خدا به ما و شما سپارش داده ایستاده است. ولا تقل لهما اف. ای بنده من، هر وقتایی که اگر تو دل تنگ شوی، هر وقتایی که اگر کار برای تو پدر و مادر سپارش داد، یا ای بنده من، وقتی که اگر درد در وجود تو پیدا شد، تو در نزد پدر و مادر کلمه اف را استفاده نکن. ولا تقل لهما اف.
تو نمیدانی او پدر و مادر، تو میوه دل پدر و مادر هستی. وقتی تو اوف میگوی، تو دل مادر و پدر آزرده میشوند، دل پدر و مادر غمگین میشود. اگر تو فرزند سالم باشی، صالح باشی، در نزد پدر و مادر کلمه اوف را استفاده نکن. ولا تنهرهما. در دوام آیت خدا با سفارش داد. سفارش چهارم من بر شما این است: وقتی پدر و مادر با شما صحبت میکند، شما به سوی پدر و مادر کینه آمیز سخن نگویید. با پدر و مادر با سخن درشت صحبت نکنید و به سوی پدر و مادر داد نزنید، فریاد نزنید و بر او خبر ندهید که پدر تو نمیدانی یا مادر کار خودت را بکن. ولا تنهرهما. این سفارش من است. واغفظ لهما جناح الذل من الرحمه. خدا میگوید وقتی پدر و مادر وارد خانه تو شد، ای فرزند، واغفظ لهما جناح الذل، بال تواضع، بال رحمت را با مهربانی با پدر و مادر انجام بده. پدر و مادر که نزد تو داخل شد، تو فرزند او که باشی، سفارش من بر تو این است که نزد پدر و مادر راست شو و السلام علیکم و رحمت الله گفته مرحمت پدر را در بالای بالین ملایم چکار کن، شینان. این سفارش خداست. واغفظ لهما جناح من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من سفارش دیگری من بر شما این است. خدا میگوید چی هست سفارش دیگر؟ سفارش این است که وقتی که ای فرزند انسان نماز میخوانی، دعا میکنی، پدر و مادر را در دعا کردن فراموش نکن. وقتی اگر پیرانسال باشد بگو خدایا پدری مرا و مادری مرا از دنیا به نور ایمان ببر. اگر بیمار باشند بگو پروردگارا درد این پدر و مادری مرا سبک بگردان و خدایا درد این به سر من بیار. پدر و مادری مرا دردمند نساز. خدایا پدر و مادری مرا مغفرت کن. خدایا تنی صحتشان نصیب بگردان. خدا سپارش میدهد و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لکن در دوام خدا چی گفت؟ گفت ای فرزند، گفت تو به این نناز و به این فخر نکن که من دعاگوی پدر و مادر هستم. به این نناز، زیرا کما ربیانی صغیرا، زیرا تو خوردی اختیاد کن که این پدر و مادر در حق تو دعا کرده بودن، تو عوض همون داده ایستاده ای. این معنای او را ندارد که من فخر کنم که امروز من دعاگوی پدر و مادر شدم. خدا میگه زیرا که اینها تربیت کننده تو بودند در زمانی که تو قدرت نداشتی که یک پشه را از روی خود دور کنی، این پدر و مادر بود که پشه ها را از روی تو دور میکرد، آسیب و ضرر را از روی تو دور میکرد. اینا چه هستند؟ اینا سپارش خداوند بر همه ما و شما هستند. خوش به حال همون فرزندی که این سپارش های خداوندی را انجام میدهد و با گفته این قرآن عمل میکند. خوش به حالش. خوش به حالش که اگر همین دنیایی که ما به شما گفته بودیم فریفتش نمیکند و کار میکند که خودش محبوب خدا و محبوب در بین مردم میگرداند. یک مرد آمد میگد، یک حدیث یادم آمد، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته. پیغمبر خدا، یک مرد آمد، مرا بر یک عمل دلالت بکن، بر یک کار بر گردن من وظیفه بگذار تا که اگر همون عمل را من انجام دهم احبنی الله و احبنی الناس، تا که خدا مرا دوست بدارد، مردم مرا دوست بدارد. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند ازهد فی الدنیا یحبک الله واذهد فیما عند الناس
یحبک الناس. فرزند من گفتن اگر تو بخواهی عملی را انجام دهی که به سبب انجام او خدا تو را دوست بدارد، مردم تو را دوست بدارد، این است که دنیا را بد ببین، خدا تو را دوست می‌دارد. و آن چیزی که در دست مردم است هوس اون و حسد بر مال مردم نبر، مردم تو را دوست می‌دارد. این سپارش عملی بود که پیغمبر خدا بر همان جوان چکار کرد؟ سپارش داد. امروز البته سپارش پیغمبر خدا را ما و شما باید که عملی کنیم. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمره والجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا را حدیثش میگوید خدمت کردن در حق پدر و در حق مادر چی مکافات دارد؟ رسول الله گفتند خدمت کردن در حق پدر و مادر این بهتر است از ثواب نماز. نماز اینقدر ثواب بی نهایت ثواب دارد که دیگر عدد او را ما و شما حساب کردن نمیتونیم. از ثواب نماز دیده احترام پدر و مادر چی هست؟ بالا هست. و صوم، یک ماه ما و شما روزه می‌داریم، زحمت ها دارد، مشقت ها دارد، لکن از ثواب همون ماه رمضانی که خداوند خود گفته است که من مکافات روزدارها را من خود داده میتونم، کسی مکافات اینها را داده نمیتواند، از حساب زیاد بودن ثواب، از ثواب همین روزه دیده خدمت پدر و مادر رسول اکرم بالا دانستند. گفتن این خدمتش چی است؟ این ثوابش بالاتر است. والحج والعمره، پیغمبر خدا گفت از ثواب نمازم زیاد است، از ثواب روزه هم زیاد است. و ببین شما چندین هزار دلار برای ادا کردن حج چکار میکنین؟ صرف میکنین. بازم این قدر مبلغی ما و شما رفتن چقدر مشقت ها در اون موضع های مبارک ما و شما میکشیم. رسول الله گفتند خدمت پدر و مادر از ثواب حج دیده بالا هست. والعمره، حج عمره هم حج سنتی است، حج سنت است. در تمام سال انسان میتواند که حج عمره را بجا بیارد. حج عمره از حج فرضی با خیلی فرقیت ها دارد، یعنی خیلی سبک است احکامش. خیلی کردن حج عمره برای ما خیلی سبک است، زیرا یک طواف دارد و یک سعی بین صفا و مروه دارد و خلاص. از همان عمره هم دیده رسول اکرم گفتند چی است؟ ثواب خدمت کردن پدر و مادر بالاتر است. والجهاد فی سبیل الله، بین رسول الله گفتند از ثواب روزه، از ثواب نماز، از ثواب حج، از ثواب عمره و دیگر از ثواب جهادی که انسان در راه خدا برای حمایه وطنش، برای حمایه پیغمبرش، برای حمایه قرآنش در راه خدا با دشمنهای خدا می جنگد. یعنی دیگر نه فرزند، نه خانه، نه اولاد، نه اجداد، نه مال او دیگر یاد او نمی زند، مگر در راه خدا می جنگد که خداوند برای مجاهدین در راه خدا جنت به حساب چکا کرده است؟ وعده کردگی هست. از ثواب جهادم دیده چی است؟ گفتم پیغمبر خدمت کردن در حق پدر مادر بالاتر است. خوش به حال همون جوان، خوش به حال همون مردی که پدر و مادر از او راضی هست و در حق او چکار میکنن؟ دعا میکنن. باور کنین از این ده خرسند آور دیگر نیست. وقتی که پدر یا مادر چکار میکند؟ دست میبردارد. آیا در هیچ تهمت ها و بهتان ها همین فرزندی مرا گرفتار نکن، ایمانی به سلامتش نصیب بگردان. از زبان کدام پدر در حق فرزندی که این دعا اگر نازل شد، خوش به حال همون فرزند. از اونی که وقتی که پدر یا مادر شکایتی از فرزند میکرد که فرزند گپی من گوش نمیکند، فرزند به سوی من داد میزند، فریاد میزند،
حکمهای من در خانه جاری نیست مگر که همین فرزند است و همون زنی فرزند میداند همون خلاص، دیگر ما در خانه محروم هستیم. وای بر حال اون فرزند، وای بر حال اون فرزند. یک تاجری بود میگد در دوره های خلافت حضرت عمر تاجری میکرد و زنی داشت. میگد روز مادر همین تاجر خانه فرزند با یک امید آمد، با امید آنه که البته مادر و پدر شما فراموش نکنید که نفقه اونها را رسانیدن چه از لباس چه از شکم او در گردن فرزند است. این مادر میگه با همین امید خانه همین فرزندش آمد. این فرزند تاجر بود، مالدار بود، پولدار بود، تا جایی که فرزند خود رفته خانه مادر یا پدر خبر بگیرد، برای اونها از مال ثروتی داشتگیش ادا کند تا که در مال او در عمر او برکات شود. این مادر بیچاره چیکار کرد؟ خسته خانه فرزند آمد. امروز بسیار از این گونه فرزندهایی که مادر اونها را خبر میگیرد نه فرزند، حالان که حق خبرگیری فرزندها دارند نه پدر و مادر. آمد میگد در خانه داخل شد، گفت فرزند گفت گرسنه ماندم، چیزی در خانه نیست، نزد شما آمدم، اما مادر تو بودیم، تو را به دنیا آوردیم و تو را تربیه کردیم، از نعمتهای خدا تو را محروم نساختیم، همه حالت از حال تو من خبرگیر بودم، تو از اینها درکدار هستی، اگر چیزی باشد برای نفقه بر من نصیب بگردان. این زن نزد این تاجر یعنی شوهرش گفت مادری تو هر روز که خانه ما و شما می آید و دائم از خانه ما و شما طلب دارد. راستی بار از دست این مادری تو ما مانده شدیم، چی می شود که این از همین خانه محروم بسازی؟ این فرزندی که البته ناقابل بود، فرزندی بگیم از احکام ارکان خدا که درک نداشت، نمیدانست که پدر و مادر حکمش از 1000 زن بالاتر است. در حال به گفته همین زنی خود آمد و مادر از خانه خود چکار کرد؟ پیش کرد. گفت مادر دیگر در این خانه من تو را دیگر نبینم، از خانه بیرون شو. دوره های خلافت حضرت عمر بود. این مادر میگه در نزد همان فرزند خود دستش برداشت، گفت پروردگارا، گفت من میدانم که تو صدای مادر و پدر میشنوی، من دعا میکنم که خدای همین فرزند مرا در یگان مصیبت و مشکلات گرفتار کن. و از خانه میگد با چشمهای گریان و با یک دستی خالی میگد به سوی خانهش روانه شد. دیری نگذشته این تاجر میگد مادامی که تجارت داشت از خانه بیرون شد و به تجارت رفت. در اثنای راه میگد چی سببی شد که رفیقانش میگه از این تاجر جدا شدن، آنها پیشا پیش رفتن و این تاجر در اثنای راه باقی ماند. به ناگاه میگد یک گروه میگد از راهزنهای همون زمانه میگد نزد این تاجر حاضر شدند و آن چیزی که در بدنش داشت همه پیسه و مال و ملکی او را گرفتند. بزم ای گفتن چیکار کردند؟ دستهای این تاجر میگه قطع کردند و در پیشش میگه گذاشتن و همه میگه هر طرف رهسپار شدند. این غضب خدا بود، این دعای مادر بود. این فرزند میگه دستهای خدا میگه در یک لطه میگه پیچاند و با یک حال زار گریان میگه به همان ملک میگه داخل شد. وقتی که به مادر میگه این سخن رسید و این صدا رسید، مادر که یک کان رحم است، البته به فرزند همون ناخوب و ناقابل شم میسوزد. وقتی شنید که فرزندش در این احوال گرفتار است، میگد خیلی نزد فرزند آمد تا جای فرزند از او بخشش طلب کند. بخشش میطلبید که فرزند من همان روز من از تو نارضا شدم، شاید که همان زمان
دعای من در نزد خدا اجابت خدا دریافت کرد و تو بر همین بلا مبتلا شدی، خاک بر سر مادری تو گفته. باز خودش این مادر دعا میکرد. و این تاجر باشد میگفت که من حس کردم، مادر گفت اون زمانی که تو از خانه بیرون شدی دلی خودم خیلی و خیلی غمگین شد و فکر کردم که بسر من یگان بلای البته آمدنی هست. انا حاصلش گفت الحال دیده ایستاده. این مادر چیکار کرد؟ میگد شبی دراز میگد این فرزند داد میگفت، اوف میگرد. طبیب ها حاضر کردند و دعا میکرد که خدایا همین فرزندی مرا سالم بگردان، همین فرزندی مرا سلامت بگردان. البته آن چیزی را که خدای ما و شما بخواهد او چی می شود؟ او اجرا می شود. رسول اکرم میگوید ثلاث دعوات مستجابتون، سه دعای هست که دعای اینها رد نشونده هستند. دعای اینها را خدا میشنود، نزد دعای اینها هیچ پرده ای نیست، دعای اینها قبول می شود. یکی دعای چی است؟ دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد للولد. رسول الله گفتن یکمش دعای مسافر است. کسی مسافر باشد در خاندان ما و شما اگر مهمان شود، دعای را حتمی شما چیکار کنین؟ دعای را بگیرین که رسول اکرم گفتن دعای مسافر قبول است. دویم دعای مظلوم، کسی که بیچاره است، کسی که نارسایی ها دارد، کسی که خار است، کسی فقیر است، خیلی مشکلات قطعی زندگی دارد و این مظلوم است. دعای او را ما و شما چیکار کنیم؟ دریاب کنیم، دعای او را بگیریم. انشاءالله در نزد خدا ما و شما چی میشیم؟ به دعای اون کس سربلند میگردیم. و سوم دعایی که پیغمبر گفتن قبول است، این دعای پدر و مادر در نزد خدا است. حتی پیغمبر گفتن لا شک فیهن، هیچ شک در قبول این سه دعا در نزد خدا نیست. مادر دعا کردن میگد این فرزند چیکار کرد؟ به اصل پیشینه خود مبدل گشت. لکن یک عبرت برای ما و شما از این قصه ها باید که حاصل شود که وقتی که ما و شما رنجش مادر میتیم یا رنجش پدر میدهیم فراموش نکنین. رسول الله به شما میگوید، رسول الله این کسی هست که سخنش حق است. این یگان گپی بیهوده نیست که بگیم که ناطقری گفتند یا اینکه گپی اون نمیشیدگی هست. نه، این کسی هست که از نزد مکان به ما و شما سخن آوردن که خدا خود گفت که محمد چیزی از پیش خود نمیگوید، هر چی میگوید سخن ما را میگوید. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گفت اگر شما بخواهید ای مردم که از فرزندهای خود شما احترام بینین، از فرزندهای خود شما حرمت بینین و فرزندهای شما را نوازش کنند، بر آباءکم، اول شما پدر مادر خودتان احترام کنین. پدر مادر احترام کردین، شما چیکار میکنین؟ در احترام فرزندهای خود دوچار بشوید. هر کسی که اگر در دنیا از دست فرزندهای خود و از دست دخترهای خود آزار میبینند، باور کن در این سخن باید شک نباشد اینها در پدر مادر شاید که خدمت نکرده باشند. شاید که در پدر مادر خدمت نکرده باشند که امروز فرزندهای اونها چیکار میکنند؟ اونها را لطقین میکنند. زیرا بین قصه میکند یک مرد میگد آمدم میگد نگاه کردم در یک کوچه که یک موی سفید را یک مرد لطقین میکرد، میزد. موی سفید میگد در زمین بود. چگونه یک کار به انصافانه است وقتی ما و شما اگر یک موی سفید در زیر کوفت و لغتی اگر یک جوان بینیم، برای ما و شما خیلی نفرت آور است. زیرا نخواه موی سفید در زمین یک جوان به سوی او دست میکشد. این جوان میگه نگاه کردم راستی بار خیلی غضبناک شدم و نزد اون موی سفید رفتم میگه و اون جوان تله کردم، گفتم این چی کاری به انصافی است؟ تو از خدا نمیترسی؟ این موی سفید کی هست که تو اینقدر عذاب و مشقتش میدهی؟ موی سفید میگه از زیر زمین به پشت زده بود، به سوی من میگه اشاره کرد، گفت ای دادرگو خوش به حال تو، گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، لکن این گفت از بالای من کنده نکن، بگذار مرا لطقین کند. گفتم چرا؟ گفت زیرا همین مکانی که الحال این بچه بر من لطکوب میکند، این بچه بیگانه نیست، این بچه من است. در همین مکان من پدر خودم همچنان زده بودم، پدر خودم من همین خیل معاملت در همین مکان کرده بودم، امروز حاصل او را از فرزند خود دیده است.
رسول الله میگوید کما تدین و تدان. این سخن حضرت عیسی است. رسول الله ذکر کردند چگونه ای که معامله میکنی همچنان معامله را انتظار شو. چگونه ای که معامله میکنی همگونه معامله را چکار کن؟ انتظاری کن. اگر امروز تو ظالم باشی ان شاء الله از خدا باوری دارم وعده خدا حق است که تو در دست یگان ظالم دیگر گرفتار میشه. اگر امروز تو خواهر یک برادر را زنا میکنی البته خواهر اولاد اجدادت را زنا میکنند. این معامله هست که البته چی دارد؟ این قرض است. امروز کردی فردا تو جزاش نزد خدا میگی. امروز این برادر تو شرمنده کردی، اپای او را زنا کردی، یادری او را زنا کردی، خواهری او را زنا کردی، تو فراموش نکن که اپا و مادر و خواهری تو را کسی یافت میشود که زنا میکنند و تو را مثل این هم در دنیا هم در قیامت شرمسارت میکنند. اینا را فراموش نکنید. همه اون کسانی بدانند که در دنیا چگونه معامله کردین معاملهش البته هم در دنیا هم در آخرت حاصل شما میگیرین. عبدالله ابن عباس میگوید 3 آیتی هست میگه در قرآن که با 3 چیز دیگر پیوسته. یکی در سوره مائده در آیت 92 این است، دویمش در سوره نساء در آیت 77 او است و سیومش در سوره لقمان در آیت 14 او است. 3 آیتی هستند که با یکدیگر چسبیده هستند. اینها را کسی که اگر جدا کند خدا گفته است از رحمت من در روز قیامت ناامید می شود. خوب توجه کنیم اینها کیا باشند؟ این بدبختا و این از رحمت خدا دور بدگی ها کیا هستند؟ رسول الله گفتند من فرق 3 فرق الله بینه و بین رحمت یوم القیامت. هر کسی که اگر 3 چیز را از 3 چیز جدا بسازد خداوند گفته است در روز قیامت از رحمت من اون بنده ناامید است. پدرها عزت من انشاءالله من یک صحبت در باب قیامت هم داریم. وقتی من دائم نام قیامت میگیرم شما یک میدان دهشتناکی را برای خود تصور کنین که شما در یک میدانی هستین که اونجا دیگر نه تشنگی انسان میشکند و در اونجا غم و اندوه انسان خیلی زیاد است. مکانی هست که یفر مرء من اخی و امه و ابی. مکانی هست که همین مادری که برای تو دلسود است، مادری که اگر تو را تب کند یگان بیمارخانه نمیماند، تمام جد دوا میکند، مادری که در حالت زاییدن تو تیار است که خود هلاک شود و فرزندش زنده ماند، همان روز قیامت همین مادر دلسوز از فرزند خود میگریزد. خود تصور کنید که چگونه میدان باشد. پدر از فرزند میگریزد، برادر برادر را نمیشناسد. حتی بین ابراهیم حربی حضرت وقتی که تعزیه برای فرزندش آمدن، فرزندشان میگد 7 ساله بود، قاری قرآن بود، حافظ قرآن بودن. وقتی برای تعزیهش آمدن ابراهیم حربی را که فرزند تو خیلی فرزندی خوب بود، حافظ قرآن بود، تعزیه که بیان میکردن به جانب دوستهاش گفت بر من تعزیه بیان نکنین، زیرا من خود دعا کردم که خداوند این فرزند مرا امانت چه گیرد و از دنیا بگذرد. شریکانش حیرت شدن، گفتن ابراهیم تو عالم هستی، تو زاهد هستی، تو خداتر هستی، خدا ترس هستی، چگونه در حق فرزندی خود دعا کردی؟ آخی این حافظ قرآن است و این به سن بلاغت هم نرسیده است. حضرت گفتن شب خواب دیدم، سبب دعای من گفت سبب دارد. یک شب خواب دیدم گفت در میدان قیامت هستم و خیلی میدان گرم بود، آفتاب نزدیک بود و تشنگی بالای من غلبه کرد و نگاه کردم که یک صف دراز از جوانهای خورد کودکهای نابالغ در دستهای خود چینی آب دارند و دوان به پیش یکی از آنها رفتم، گفتم ای فرزند من، بر من کمی آب نصیب بگردان که حلق من آب میخواهد، تشنه ماندم. اون جوان به سوی من نگاه کرد و گفت تو پدر و مادر من نیستی، من طفل بودم در دنیا، نابالغ بودم، از دنیا گذشتم و امروز منتظر پدر و مادر خود هستم و این چینی آب باعث پدر و مادر من است. میگه وقتی اینو شنیدم هوس کردم که فرزند منم در صف اونها باشد.
تا که فردای قیامت برای همین ابراهیم حربی برای پدرش یک شفاعت کننده و یک دستگیر باشد. دعا کردم پروردگارا فرزند مرا از این دنیا رحلت بفرما، خدایا جان این فرزند مرا بگیر تا که این فرزند در قیامت دستگیر من شود. صدای شنیدم، بیدار شدم، گفتم فرزند تو از بالای پاریسه در زمین زد و هلاک شد. دعای من گفت در حق فرزندم قبول شد، با امید آنه که در روز قیامت برای من چی شود؟ سبکی شود. همین روز قیامت انشاءالله من به شما این صحبت مکمل و مفصل بر شما بیان میکنم، زیرا که کسی به قیامت باور ندارد به خدا قسم کافر است. کسی که به قیامت شیدنش باور ندارد و این مسلمان هم نیست. رسول الله گفتند کسی که سه چیز را از سه چیز جدا میکند روز قیامت، همین روز دهشت، از رحمت خدا ناامید است، رحمت خدا بالای اون بنده نمیریزد. یکم که هست اطیع الله ولا اطیع الرسول، من قال اطیع الله ولا اطیع الرسول والله یقول اطیع الله و اطیع الرسول. رسول الله گفتند یکم همان شخصی که میگوید من خدا را پرستش میکنم و پیغمبری خدا کار ندارم، برای من پیغمبری خدا لازم نیست، برای من فقط یک و یگانگی این خدا در کار. حالان که خدا در سوره مائده آیت 92 به ما و شما تذکر میدهد اطیع الله و اطیع الرسول، من اطاعت میکنی پیغمبری مرا اطاعت کن. در این حالت تو بنده مکمل هستی، بنده اساسی هستی. اینش همین است. کسانی که در دنیا فقط یگانگی خدا را باور دارند و پیغمبر هیچ اعتماد ندارند و پیغمبری خدا هیچ باورم ندارند، از پیغمبرم شفاعتم طلب ندارند، اینها کسانی هستند که از رحمت خدا در روز قیامت ناامید هستند. زیرا سپارش خداست اطیع الله و اطیع الرسول. دویم طایفه ای که از رحمت خدا در روز قیامت ناامید است، اینا کیا هستند؟ اقیموا الصلاة ولا اوتوا الزکاة والله یقول اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. رسول الله گفتند کسانی که در دنیا میگویند من نماز میخوانم لکن از مالی داشتگیم زکات نمیدهم، حالان که خدا در قرآن سوره نساء آیت 77 این به ما میگوید، سپارش میدهد اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز میخوانی از مالی داشتگی زکات بده. خوش به حال اون برادرانی که دولت دارند و از دولت داشتگیشان زکات جدا میکنند. باور کنین به خدا قسم آیت های بیشمار در فصل آن است که و حدیث های بیشمارم در باب آن است که لا صلاة لمن لا زکات له. اگر کسی که در دنیا زکات ندارد از مالش از $1000 داشته باشد، $25 به یک فقیر و مسکین و بیچاره، به یک طالب علم و به یک آدم دست نارس نمیدهد، نماز اون نماز نیست، نمازش در نزد خدا قبول نمی شود. والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم. خدا در سوره توبه به ما و شما میگه آن کسانی که در دنیا مالهای خودشان مثل طلا باشد، نقره باشد، مثال بگیم سامانی باشد یا دلار باشد، توپ کردند مال اونها به زکات رسید، لا ينفقونها، لکن از اونها چیزی به مردم عطا نکردند، فبشرهم بعذاب علیم. پیغمبری خدا را گفت، پیغمبر خداوند سپارش داد ای پیغمبر بر اونها خبر بده که اونها را یک عذاب دردناک منتظر است. مال تو درد سری تو می شود در صورتی که اگر تو در راه خدا مال خدا خیر احسان نکنی. البته باور کنین وعده خدا حق است. خدا بر شما میگوید کسی که در دنیا اگر مال خودش از زکات میدهد مثل آن است که یک دانه در زمین افتی. در سوره بقره خدا خبر میدهد در زمین افتید انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. بن خدا در سوره بقره میگوید کسی که اگر در راه خدا اگر خیر احسان میکند، زکات میدهد، صدقه میدهد، به منزله که یک دانه که در زمین میافتد 7 خوشه تولد میکند، در هر خوشه 100 دانه هست، خدای تو یکی تو را به 700 عوض میکند. پروردگار تو مهربان برای تو هست.
در یک سومی که تو میدهی 700 سوم خدا در عوضش میتد، اگر تو از برای خدا در راه خدا خیر احسان کنی. سوره مؤمنون خدا 5 طایفه یا 6 طایفه را قد افلح المؤمنون گفت، به تحقیق نجات یافتن از عذاب خدا. کیها؟ کسانی که دارای 6 خصلتند. یکی از آنها کی است؟ والذین هم للزکات فاعلون. خدا میگوید آن کسانی که در دنیا از مال داشتگی خودشان زکات میدادند. برادرای عزیز، شما فکر نکنید که این مال و اسباب و انجامی که شما در زیر تصرف خود دارین اینها از شما هست، از شما نیست. اینا مالی هست که خدا بر شما داده است. شما بنده خیلی خوبی خدا بدهید که خدا بر شما مالی زیادی داد، لکن سپارش هم داد که از این مال بر دیگر بندگان من چکار کن؟ زکات او را و خیر احسان او را جدا کن. در این صورت تو چی میشوی؟ در این صورت تو در نزد خدا نجات میابی. زر و نعمت اکنون بده کانی توست، زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. سعدی میگوید ای جان من، امروز این زر نعمت که داری اینها همش امروز خودجین تو هستی. کلیدهای اون خزینه ها در دست توست. امروز قدرت در بالای اونها تو داری. از این خاطر با سبب این قدر قدرت و این قدر خودجین بودن خودت چکار کن؟ در راه خدا زکات مال ادا کن. و الا بعد از سر تو بالای این مال تو زنی تو فرزندهای تو و دیگر کسها صاحب میشوند. تو حسرت میخوری، اینها راحت میکنند. در اصل همچنان است. افضل صدقه ان تصدق و انت صحیح شحیح تأمل العيش و تخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلانی. پیغمبر خدا هم گفتند افضل ترین صدقه همون صدقه هست که مردک امروز بالای پای خود است، امروز دستی گرا دارد، پای روا دارد، بیرون از جاگه مرگ است. امروز اگر به دست خود داد، این افضل ترین صدقه است. شما نیستین، گفت پیغمبر خدا، وقتی که جان در حلق شما آمد و آن زمان شما بعد جوان مرچین، آن زمان بعد گوید که این فلانی را ده، این فلانی را ده. رسول الله گفتن الا وقد کان لفلانین. دیگر گفتن تو لازم نیست، زیرا که این مال تو حتمی از فلانی می شود. دیگر حاجت نیست بگفتن. دویم طایفه که از رحمت خدا دور بودند، همون طایفه بودند که در دنیا نماز می خواندند لکن زکات مال ادا نمی کردند. رسول الله حتی گفتند اقسم الله ان لا يدخل الجنه بخیل. بن رسول الله گفتند قسم به خدا، گفتند من قسم بر ذات همون یک و یگانه میخورم که البته به البته آدمی بخیل داخل جنت نمی شود. کسی که در دنیا بخیل باشد، کسی که از مال خودش نفقه نمی کند، حق زکات جدا نمی کند، این البته به البته رسول الله گفتند داخل جنت نمی شود. خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن. پیغمبر گفت دو خصلتی هست که در بنده اگر مؤمن و مسلمان باشد این دو خصلت جمع نمی شود. یکمش سوء الخلق والبخل. دویم گفتن یکمش بدفعلی و دویمش بخیلی. در کدام آدمی که بخیلی باشد، در کدام آدمی که فعلی بد داشته باشد، اینها مؤمن و مسلمان نیستند. گفتن پیغمبر اینا نشانه مؤمن و مسلمانی نیست. دویم طایفش همین بوده است، کسی بوده است که نماز میخوانده است لکن زکات مال چکار نمیکرده است، ادا نمیکرده است. سیوم کی بوده است؟ سیوم من فرق بین شکر الله و شکر والدی والله یقول ان اشکر لی ولوالدیک. در سوره لقمان آیت 14 خدا میگوید سیمش همون کسانی هستند که فقط و فقط شکرانه مرا میکنند، دائم شکرانه خدا میگویند لکن شکرانه پدر و مادر نمیگویند، هیچگاه نمیگویند. حالا که میگد خدا میگوید که من بر تو سپارش میدم ان اشکر لی ولی والدی. وقتی شکرانه مرا میکنی شکرانه پدر و مادرم البته بجا بیار. در این صورت چی هستی تو؟
در این صورت تو از رحمت من در روز قیامت ناامید نمیشوی. خوش به حال آن برادرانی که هم اطاعت خدا میکنن هم اطاعت پیغمبر. خوش به حال آن برادرانی که هم نماز میخوانند هم زکات میدهند. خوش به حال آن برادرانی که هم شکرانه خدا میکنند و هم شکرانه پدر و مادر خدا میکنند. زیرا اگرچند که خالق ما و شما خداوند باشد، لکن سبب به دنیا آوردن ما و شما این پدر و مادر ما و شما شده است. رغم انف من ادرک ابویه عند الكبر او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. پیغمبر خدا باد هلاک باد. کی هلاک باد؟ آن کسی که در حال حیاتش پدر و مادر خودش میابد یا یکی از پدر و مادر خودش میابد، یعنی کلان سال میشود که مادرش دیراب میکند یا پدرش، بزمی همین که اگر داخل جنت نشود، رسول اکرم گفت هلاک باد. زیرا الجنه تحت اقدام الامهات. زیرا که همین جنتی که ما و شما اینقدر زحمت میکشیم، اینقدر محنت ها میکنیم، در زیر قدم همین پدر و مادر ما و شما هست. اگر در دنیا اینا را احترام کردیم، انشاءالله همون جنت جاودانی را ما و شما نصیب میشیم. حسن بصری میگوید وقتی من طواف خانه کعبه میکردم، نگاه کردم که یک جوان یک سبت کلان داشت و در داخلش پخته زیاد گذاشته بود و در داخل همون یک مادر یک کمپیر خیلی خورد بیچاره همین خراب در داخل همون سبت بود و در پشت همون فرزند طواف خانه کعبه میکرد. البته اسلام یک چیزی هست که مادر در همون حالتهای وزنینی هم خدمتش به جا میاریم. باور کن اگر شما مجله هایی که میبراید همین مجله ها را اگر بخوانین، شما بعد به قدر اسلام و بعد به قدر قرآن تان میرسین. در دولت های غرب، دولت هایی که مثال بگیم دین آیین ندارن، مثل امریکا و مثل انگلیا و فرانسه و اسپانیا و دیگروش، اینها وقتی که بچه که زندار شد، مادر پدر دیگر با اینا حق ندارد زندگی کردن، اونا را البته جدا میکنن. وقتی بیمار شد، اونا چه عقیده دارن؟ بیمارخانه برای چی است؟ بیمارخانه نگاه میکنن، برده در بیمارخانه میگذارن و برای فرزند وقتی که مرد در بیمارخانه تلفن میکنن که مادرت یا پدرت از دنیا گذشت. او را میبرن در مارگ است، با در کدام جایی که نباشد میگذارن، تازه میکنن، بر خانه همون کس میبرن. بعد اون فرزند چیکار میکرده است؟ اون میبرده است، بعد حق همون کفن و حق همون گور و حق همون چوبی که در داخلش اینا میگرانن، حق همون را میداده است. تمام این از خدمت مردم غرب. الحمدلله که اسلام بین، این قرآن ببین که امروز ای پدر ای مادرها، امروز شما چیکار کردین؟ باعث احترام و حرمت فرزندان قرار دادین. شما شبان روزن اگر شکرانه خدا و شکرانه قرآن و محمد کنین، البته به جا آورده نمیتونید. میگه در همون سبد مادر نشسته بود و به جانب حسن بصری میگه به جانب من گشت، گفت در سبد میبینی کی هست؟ گفتم کی هست؟ گفت مادرم هست. 7 سال شد که گفت این چونین عمل را من انجام میدهم. هر سال از ملک شام پیاده در همین سبد مادرم آمده، مادرم طواف خانه کعبه میدهم. حسن بصری میگه به جانبش گشتم، گفتم ای جوان، اگر تو را خدا 70 سال عمر داده باشد و اگر 70 بار همین مادر از ملک شام به مکه مکرمه بیاری و طواف خانه کعبه ده اگر حضور حاضرش بگردانی، باور کن تو فقط خدمت یک شبه کردی و خلاص. یک شبه خدمت مادر کردی و خلاص. به این نناز گفت، زیرا خدمت مادر خیلی در حق فرزند زیاد است. به قدر این نعمت کسانی میرسند که مادر ندارند، کسانی میرسند که پدر ندارند. در این حالت ما و شما به قدر مادر، به قدر پدر ما و شما میرسیم. حالی بالای سر ما و شماست، بالای سر ما و شما که هست، ما و شما اهمیت نمیتیم. وقتی از دنیا که سفر میکند، در یک جای یک قصه مادر که میگذرد، بعد آبای چشم ما و شما میرسد و ما و شما افسوس میخوریم که پروردگارا
کاش که مادر مرا حیاتی دوباره دهی تا که از این حدیث که پیغمبر خدا برای ما خبر داده است خدمت پدر و مادر میکردیم تا که همراه پدر و مادر من داخل جنت میشدم. افسوس میکند اون جوانها دیگر فایده ای نمیکند. لیکن اگر در دنیا خدمت کرده باشد جای افسوس نیست، خوش به حالش که دعای پدر و مادر را گرفته باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.